علل شروع جنگ جهانی دوم، سفری به گذشته. درود بر شما، من قربان ابراهیمی هستم و در این ویدیو قصد دارم شما را به سفری عمیق و کامل برانگیز به گذشته ببرم. به دورانی که جهان در آستانه یکی از ویرانگرترین فجایع تاریخ خود قرار گرفت. جنگ جهانی دوم، رویدادی که نه تنها نقشه ژئوپلیتیک عالم را دگرگون ساخت، بلکه زخم‌های عمیق بر پیکر بشریت بر جای نهاد که آثار آن تا به امروز نیز احساس می‌شود. فهم علل و ریشه‌های این درگیری عظیم نه صرفاً یک کنجکاوی تاریخی، بلکه ضرورتی برای درک دنیای معاصر و تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین مصائبی است. در این کاوش ما به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که همچون جریانات زیرزمینی قدرتمند به تدریج جامعه جهانی را به سوی پرتگاه جنگ سوق دادند. از پیامدهای جنگ جهانی اول و معاهدات صلحی که بذر کینه و انتقام را در دل ملت‌ها کاشتند، تا ظهور ایدئولوژی‌های افراطی و تمامیت‌خواه که آتش ملی‌گرایی کور و توسع طلبی بی حد و حصر را شعله‌ور ساختند. اینها تنها بخشی از پازل پیچیده‌ای هستند که منجر به آغاز این درگیری خانمانسوز شد. هدف ما در این مجموعه ارائه تصویری جامع و چند وجهی از این دوران سرنوشت ساز است. با هم خواهیم دید که چگونه تصمیمات رهبران، شرایط اقتصادی، تحولات اجتماعی و ایدئولوژی‌های سیاسی دست به دست هم دادند تا فاجعه‌ای را رقم بزنند که مقیاس آن تا آن زمان بی سابقه بود. همراه من باشید تا با نگاهی دقیق و موشکافانه پرده از رازهای این دوران پرآشوب برداریم و درس‌هایی را که تاریخ برای ما به ارمغان آورده است فراگیریم. پیمان ورسای، بذرهای خشم ناخرسندی آلمان. پس از 4 سال نبرد بی امان و ویرانگر در جنگ جهانی اول، جهان در سال 1919 نفس راحتی کشید، اما این آرامش شکننده و ناپایدار بود. امید به صلحی پایدار در دلها جوانه زده بود، اما در سایه این امید زخم‌های عمیقی نیز وجود داشت که نیازمند التیام بودند. کنفرانس صلح پاریس با هدف ترسیم آینده‌ای نوین برای اروپا و جهان تشکیل شد، اما اهداف و منافع متضاد قدرت‌های پیروز، به ویژه فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده، از همان ابتدا چالش برانگیز بود و بر سرنوشت ملت‌های مغلوب به خصوص آلمان سایه افکند. معاهده ورسای که در ژوئن 1919 به امضای نمایندگان آلمان رسید، بیش از آن که سندی برای صلح باشد، به عقیده بسیاری از آلمانی‌ها سندی برای تحقیر و مجازات بود. این معاهده آلمان را مسئول اصلی آغاز جنگ معرفی کرد و بار سنگینی از تعهدات و محدودیت‌ها را بر دوش این کشور نهاد. از دست دادن بخش‌های قابل توجهی از سرزمین، از جمله آلزاس لورن به فرانسه، بخش‌هایی از پروس غربی و پوزنانیا به لهستان که منجر به ایجاد دالان لهستان و جدای پروس شرقی از خاک اصلی آلمان شد و تمامی مستعمرات فرادریایی ضربه‌ای مهلک بر غرور ملی و تمامیت ارضی آلمان وارد آورد. یکی از بحث برانگیزترین بندهای معاهده ورسای، ماده 231 موسوم به بند گناهکاری جنگ بود. این ماده آلمان و متحدانش را مسئول تمامی خسارات و زیانهای وارده به دولت‌های متفقین و اتباع آنها در نتیجه جنگ معرفی می‌کرد. این تحمیل مسئولیت نه تنها از نظر اخلاقی برای بسیاری از آلمانی‌ها غیر قابل قبول بود، بلکه زمینه را برای مطالبات سنگین مالی فراهم می‌ساخت. این احساس گناه تحمیلی به سرعت در میان مردم آلمان به احساس بی‌عدالتی و خشم تبدیل شد و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی عمومی عمل کرد. علاوه بر بار روانی، معاهده ورسای بار مالی کمرشکنی را نیز بر دوش آلمان نهاد. میزان دقیق غرامت‌های جنگی در ابتدا مشخص نبود، اما کمیسیون غرامت‌ها در سال 1921 رقم نهایی را 132 میلیارد مارک طلا تعیین کرد. این مبلغ هنگفت فراتر از توان اقتصادی آلمان ویران شده از جنگ بود. تلاش برای پرداخت این غرامت‌ها
اقتصاد نوپای جمهوری وایمار را تحت فشار شدید قرار داد و به یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی بعدی از جمله ابرتورم ویرانگر اوایل دهه 1920 تبدیل گشت که ارزش پول ملی را به کلی از بین برد. در کنار خسارات سرزمینی و غرامت‌های سنگین، معاهده ورسای محدودیت‌های نظامی شدیدی را نیز بر آلمان تحمیل کرد. ارتش آلمان به یک نیروی کوچک 100,000 نفری محدود شد، خدمت وظیفه عمومی لغو گردید و آلمان از داشتن نیروی هوایی، تانک، زیردریایی و سلاح‌های سنگین محروم شد. منطقه راینلند، واقع در غرب آلمان و هم مرز با فرانسه، به طور کامل غیر نظامی اعلام شد. این محدودیت‌ها آلمان را از نظر نظامی در موقعیتی آسیب پذیر قرار می‌داد و احساس ناامنی و بی‌دفاعی را در میان مردم تقویت می‌کرد. از دیدگاه بسیاری از آلمانی‌ها، معاهده ورسای یک دیکتات، صلح تحمیلی بود، نه یک پیمان صلح که بر اساس مذاکره و توافق طرفین حاصل شده باشد. نمایندگان آلمان در کنفرانس صلح پاریس نقشی حاشیه‌ای داشتند و مجبور به پذیرش شرایطی شدند که از نظر آنها ناعادلانه و غیر قابل تحمل بود. این احساس تحمیل و بی‌عدالتی به سرعت توسط گروه‌های ملی‌گرا و راست افراطی در آلمان مورد بهره برداری قرار گرفت و به عنوان ابزاری برای تحریک احساسات عمومی علیه جمهوری وایمار و قدرت‌های متفقین استفاده شد. جمهوری وایمار، نظام دموکراتیک نوپایی که پس از سقوط امپراتوری آلمان در سال 1918 شکل گرفته بود، از همان ابتدا با چالش‌های عظیمی روبرو بود. این جمهوری نه تنها مسئولیت امضای معاهده ورسای را بر عهده گرفت، بلکه با بحران‌های اقتصادی، شورش‌های سیاسی از سوی گروه‌های چپ و راست افراطی و بی‌ثباتی عمومی دست و پنجه نرم می‌کرد. ضعف ساختاری و عدم حمایت گسترده مردمی، جمهوری وایمار را در برابر فشارهای ناشی از معاهده ورسای و پیامدهای آن آسیب پذیر ساخته بود. در چنین فضایی از سرخوردگی، تحقیر ملی و بحران اقتصادی، ایدئولوژی‌های افراطی و ملی گرایانه فرصت رشد یافتند. گروه‌های مانند حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، حزب نازی، به رهبری آدولف هیتلر با وعده لغو معاهده ورسای، احیای قدرت و عظمت آلمان و یافتن مقصرانی برای مشکلات کشور، به تدریج حمایت بخش‌هایی از جامعه را جلب کردند. آنها از معاهده ورسای به عنوان نمادی از خیانت و ضعف جمهوری وایمار یاد می‌کردند و خواستار انتقام و بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته بودند. بنابراین معاهده ورسای اگرچه با هدف ظاهری ایجاد صلح و جلوگیری از تکرار جنگ جهانی اول طراحی شده بود، اما در عمل به دلیل شرایط سخت و تحقیرآمیزی که بر آلمان تحمیل کرد، بستر مناسبی را برای رشد نارضایتی، افراط‌گرایی و در نهایت ظهور نیروهایی فراهم آورد که جهان را به سوی یک جنگ دیگر، حتی ویرانگرتر از جنگ اول، سوق دادند. بذرهای خشم و انتقامی که در ورسای کاشته شد، 20 سال بعد به بار نشست و شعله‌های جنگ جهانی دوم را برافروخت. این پیمان نمادی از چگونگی تأثیرگذاری عمیق تصمیمات سیاسی بر روان یک ملت بود. شرایطی که آلمان خود را در آن می‌یافت، نه تنها اقتصادی و نظامی، بلکه عمیقاً روانی بود. احساس بی‌عدالتی فراگیر، همراه با فشارهای اقتصادی طاقت فرسا، زمین حاصلخیزی را برای روایت‌هایی فراهم کرد که وعده بازگرداندن غرور و قدرت ملی را می‌دادند. حتی اگر این وعده‌ها به بهای زیر پا گذاشتن صلح و ثبات بین المللی تمام می‌شد. در نهایت می‌توان گفت که معاهده ورسای با نادیده گرفتن پیچیدگی‌های بازسازی پس از جنگ و تحمیل شرایطی که فراتر از توان تحمل یک ملت بود، ناخواسته به یکی از عوامل کلیدی در زنجیره حوادثی تبدیل شد که به جنگ جهانی دوم منتهی گشت. این درس تاریخی همواره یادآور اهمیت عدالت، دوراندیشی و همدلی در تنظیم روابط بین الملل، به ویژه در دوران پس از منازعات بزرگ است تا از تکرار چنین اشتباهات فاجعه باری جلوگیری شود. طلوع ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه، فاشیسم و نازیسم.
فضای پس از جنگ جهانی اول در اروپا، فضای مملو از آشفتگی، ناامیدی و جستجو برای راه‌حل‌های نوین بود. نظام‌های سیاسی سنتی در بسیاری از کشورها اعتبار خود را از دست داده بودند و بحران‌های اقتصادی به ویژه پس از رکود بزرگ 1929 میلیون‌ها نفر را به کام فقر و بیکاری کشانده بود. در چنین بستر متزلزلی، ایدئولوژی‌های رادیکال و تمامیت‌خواه که وعده نظم، ثبات و احیای شکوه ملی را می‌دادند، فرصتی برای رشد و گسترش یافتند. این دوران شاهد ظهور دو نمونه برجسته از این ایدئولوژی‌ها بود: فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان. ایتالیا اگرچه در جنگ جهانی اول در جبهه پیروز قرار داشت، اما از نتایج کنفرانس صلح پاریس عمیقاً ناراضی بود. وعده‌هایی که متفقین در مورد واگذاری سرزمین‌های جدید به ایتالیا داده بودند، به طور کامل محقق نشد و این امر منجر به احساس پیروزی ناقص یا پیروزی مثل شده در میان ملیگرایان ایتالیایی شد. علاوه بر این، ایتالیا با مشکلات اقتصادی شدید، بیکاری گسترده و اعتصابات کارگری دست به گریبان بود. این نارضایتی عمومی زمینه را برای ظهور بونیتو موسولینی و حزب فاشیست او فراهم کرد. بونیتو موسولینی، روزنامه‌نگار سابق سوسیالیست، با بهره‌گیری از احساسات ملیگرایانه، ترس از کمونیسم و وعده احیای امپراتوری روم، توانست حمایت بخش‌های مختلف جامعه ایتالیا، از جمله کهنه سربازان، زمینداران و صنعتگران را جلب کند. او با تشکیل گروه‌های شب نظامی موسوم به پیراهن سیاهان به سرکوب مخالفان سیاسی خود پرداخت و با ایجاد فضایی از رعب و وحشت قدرت خود را تثبیت کرد. راهپیمایی به سوی رم در اکتبر 1922 نقطه عطفی در به قدرت رسیدن موسولینی بود که پادشاه ایتالیا را وادار به انتصاب او به عنوان نخست وزیر کرد. پس از به قدرت رسیدن، موسولینی به تدریج پایه‌های یک دولت تمامیت‌خواه را در ایتالیا بنا نهاد. او سایر احزاب سیاسی را منحل کرد، آزادی مطبوعات و اجتماعات را محدود ساخت و با ایجاد یک نظام تک حزبی، کنترل کاملی بر تمام جنبه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست آورد. ایدئولوژی فاشیسم بر اصولی چون ملیگرایی افراطی، نظامیگری. چپتر 3: جرقه‌ای که جهان را به آتش کشید، تهاجم به لهستان. در اواخر دهه 30 میلادی، سایه جنگ بار دیگر بر اروپا سنگینی می‌کرد. سیاست‌های تهاجمی آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر و توسعه طلبی فاشیستی ایتالیا به همراه ضعف و تردید قدرت‌های غربی یعنی بریتانیا و فرانسه در مقابله با این تهدیدات، فضایی از تنش و بی‌اعتمادی فزاینده را در قاره اروپا ایجاد کرده بود. سیاست مماشات که توسط رهبرانی چون نویل چمبرلین، نخست وزیر بریتانیا، دنبال می‌شد، با هدف جلوگیری از جنگ از طریق واگذاری امتیاز به هیتلر، در عمل تنها به جسورتر شدن او و تشدید بحران منجر گشت. هیتلر پس از به قدرت رسیدن، به سرعت شروع به نقض مفاد معاهده ورسای کرد. در سال 35 میلادی او خدمت وظیفه عمومی را مجدداً در آلمان برقرار کرد و اعلام نمود که قصد دارد نیروی هوایی قدرتمندی لوفتوافه ایجاد کند. در مارس 36 نیروهای آلمانی وارد منطقه غیر نظامی راینلند شدند. اقدامی که با واکنش ضعیف و صرفاً دیپلماتیک فرانسه و بریتانیا مواجه شد. این موفقیت‌های اولیه هیتلر را در ادامه سیاست‌های توسعه طلبانه‌اش مصمم‌تر ساخت. در مارس 38 آلمان نازی اتریش را به خاک خود ضمیمه کرد. اقدامی که با استقبال بخشی از مردم اتریش و سکوت قدرت‌های غربی همراه بود. سپس هیتلر توجه خود را به چکسلواکی معطوف کرد و خواستار واگذاری منطقه سودتنلند که جمعیت آلمانی زبان قابل توجهی داشت به آلمان شد. بحران سودتنلند در سپتامبر 38 به اوج خود رسید و جهان را در آستانه جنگ قرار داد. اما در کنفرانس مونیخ بریتانیا و فرانسه در غیاب نمایندگان چکسلواکی با خواسته‌های هیتلر موافقت کردند، به این امید که این آخرین امتیاز باشد و صلح حفظ شود.
چمبرلین با شعار صلح برای دوران ما از مونیخ بازگشت، اما این صلح دیری نپایید. شکست سیاست مماشات با اشغال کامل چکسلواکی توسط نیروهای آلمانی در مارس 39 آشکار شد. این اقدام نشان داد که هیتلر به وعده‌های خود پایبند نیست و اهداف او فراتر از الحاق سرزمین‌های آلمانی زبان است. در پی این رویداد، بریتانیا و فرانسه سرانجام متوجه خطر شدند و تضمین‌های امنیتی به لهستان، رومانی و یونان ارائه دادند، مبنی بر اینکه در صورت تجاوز آلمان به این کشورها به یاری آنها خواهند شتافت. اما هیتلر مصمم به ادامه برنامه توسعه طلبی خود این تضمین‌ها را نادیده گرفت. هدف بعدی هیتلر لهستان بود. او خواستار بازگرداندن شهر دانزیگ گدانسک کنونی که تحت نظارت جامعه ملل قرار داشت، اما اکثریت جمعیت آن آلمانی بودند به آلمان و ایجاد یک راه ارتباطی از طریق دالان لهستان برای اتصال پروس شرقی به خاک اصلی آلمان شد. دولت لهستان با حمایت بریتانیا و فرانسه این خواسته ها را رد کرد. هیتلر که از مقاومت لهستان و تضمین‌های غربی ها غافلگیر نشده بود، به دنبال راهی برای خنثی کردن خطر جنگ در دو جبهه بود. در اقدامی غافلگیر کننده که جهان را در بحت فرو برد، آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی، دو دشمن ایدئولوژیک، در 20 مرداد 39 پیمان عدم تجاوزی را امضا کردند که به پیمان مولوتوف ریبنتروپ معروف شد. این پیمان علاوه بر تعهد به عدم حمله به یکدیگر، دارای یک پروتکل محرمانه بود که بر اساس آن اروپای شرقی بین آلمان و شوروی تقسیم می‌شد. لهستان، کشورهای بالتیک، لیتوانی، لتونی، استونی و بخش‌هایی از رومانی در حوزه نفوذ دو قدرت قرار می‌گرفتند. این پیمان عملاً چراغ سبزی برای حمله هیتلر به لهستان بود، زیرا او دیگر نگران واکنش شوروی نبود. پیمان مولوتوف ریبنتروپ از نظر استراتژیک برای هیتلر بسیار حائز اهمیت بود. او توانست از کابوس جنگ در دو جبهه که در جنگ جهانی اول منجر به شکست آلمان شده بود، حداقل در کوتاه مدت جلوگیری کند. این پیمان همچنین استالین را قادر ساخت تا زمان بیشتری برای تقویت ارتش سرخ به دست آورد و مرزهای غربی شوروی را گسترش دهد. اما این توافق مصلحتی سرنوشت لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی را به خطر انداخت و راه را برای آغاز جنگ هموار کرد. در سحرگاه اول سپتامبر 39 نیروهای آلمانی بدون اعلان قبلی جنگ از زمین، هوا و دریا به لهستان یورش بردند. ارتش آلمان با استفاده از تاکتیک نوین جنگ برق‌آسا بلیتزکریگ که متکی بر سرعت، غافلگیری و هماهنگی بین نیروهای زرهی، پیاده نظام مکانیزه و نیروی هوایی بود، به سرعت در خاک لهستان پیشروی کرد. نیروی هوایی آلمان لوفتوافه با بمباران مراکز نظامی، خطوط ارتباطی و شهرها مقاومت لهستان را در هم شکست. ارتش لهستان اگرچه شجاعانه جنگید، اما از نظر تجهیزات و تاکتیک توان مقابله با ماشین جنگی آلمان را نداشت. در پی تهاجم آلمان به لهستان، بریتانیا و فرانسه به آلمان اولتیماتوم دادند که نیروهای خود را فوراً از خاک لهستان خارج کند. هیتلر این اولتیماتوم ها را نادیده گرفت. در نتیجه در سپتامبر 39 بریتانیا و سپس فرانسه به آلمان اعلان جنگ دادند. این رویداد رسما آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا بود. اگرچه جنگ با تهاجم به لهستان آغاز شد، اما ریشه های آن در مجموعه از عوامل پیچیده و در هم تنیده‌ای بود که طی 2 دهه پس از جنگ جهانی اول شکل گرفته بودند. تهاجم به لهستان جرقه‌ای بود که انبار باروت اروپا را منفجر کرد. این اقدام نقطه اوج سیاست‌های تهاجمی و توسعه طلبانه آلمان نازی و نتیجه مستقیم شکست سیاست مماشات و ناکامی جامعه بین‌المللی در جلوگیری از تجاوز بود. پیمان مولوتوف ریبنتروپ نیز نقش مهمی در تسهیل این تهاجم ایفا کرد. با آغاز جنگ، جهان وارد یکی از تاریک‌ترین و خونبارترین دوران تاریخ خود شد. دورانی که میلیون‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و نقشه سیاسی و اجتماعی جهان را برای همیشه دگرگون ساخت.
بنابراین تهاجم به لهستان نه یک رویداد ایزوله، بلکه حلقه نهایی در زنجیره‌ای از وقایع بود که با نارضایتی از معاهده ورسای آغاز شد، با ظهور ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه ادامه یافت و با سیاست‌های تهاجمی و شکست دیپلماسی به اوج خود رسید. این واقعه پایانی بر دوران صلح شکننده بین دو جنگ جهانی و آغازی بر یک منازعه جهانی بود که ابعاد و پیامدهای آن فراتر از تصور همگان بود. اوترو میراث یک جنگ درس‌های برای آینده و این گونه بود که جهان برای دومین بار در کمتر از نیم قرن در کام یک جنگ فراگیر و ویرانگر فرو رفت. جنگ جهانی دوم، این پدیده عظیم و دهشتناک در تاریخ بشر، نه تنها میلیون‌ها زندگی را در خود بلعید و سرزمین‌های وسیعی را به ویرانه تبدیل کرد، بلکه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را نیز از بنیان دگرگون ساخت. همانند یک اکوسیستم عظیم که پس از یک فاجعه طبیعی برای همیشه تغییر می‌کند، جامعه بشری نیز پس از این جنگ دیگر هرگز به شکل سابق خود بازنگشت. نظاره‌گر بودیم که چگونه بذرهای کینه و نارضایتی که در خاکستر جنگ جهانی اول کاشته شده بودند، در سایه پیمان ورسای جوانه زدند و رشد کردند. دیدیم که چگونه ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه همچون گونه‌های مهاجمی که تعادل یک زیست بوم را برهم می‌زنند، با وعده‌های فریبنده و توسل به خشونت ملت‌ها را به سوی پرتگاه سوق دادند. و سرانجام شاهد بودیم که چگونه یک جرقه تهاجم به لهستان توانست آتش این جنگ عظیم را شعله‌ور سازد، آتشی که شعله‌های آن تا دورترین نقاط زمین زبانه کشید. میراث جنگ جهانی دوم فراتر از آمار و ارقام کشته شدگان و ویرانی هاست. این جنگ درس‌های گرانبهایی را برای بشریت به ارمغان آورد، درس‌هایی درباره خطرات ملی‌گرایی افراطی، پیامدهای تعصب و نفرت پراکنی، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و ضرورت پاسداری از صلح و دموکراسی. همانطور که در طبیعت هر فاجعه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تکاملی نوین باشد، این جنگ نیز با تمام تلخی‌هایش انگیزه‌ای برای ایجاد نهادهای بین‌المللی جدید مانند سازمان ملل متحد و تلاش برای ساختن جهانی امن‌تر و عادلانه‌تر شد. باشد که با یادآوری این گذشته پرآشوب همواره در مسیر صلح و همزیستی گام برداریم.